هادی هستم از ارومیه. آقا هادی عزیز از ارومیه، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من شما رو خیلی خیلی دوست دارم، واقعا از ته قلبم میگم. ما خانوادی 5 نفری به لطف شما موحد شدیم. الله اکبر. دوستدار صحابه و اهل بیت شدیم. الحمدلله. یاد بشید شما از کلیپ هایی که میسازیم و خیلی از شما تشکر میکنم. برادر عزیز اگر لطف کنید بفرمایید که سبب این که خرافات و این خزعبلات مذهب باطل رافضی رو ترک کردید سببش چی بوده؟ اگر اینو واضح‌تر بگید تا بینندگان عزیزم متوجه بشن. فقط و فقط قرآن کریم بود. الله اکبر. ما وقتی که نماز میگفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما معنیشو نمیفهمیدیم. ما خلفای راشدین و اسمشون رو شناخته بودیم، اما واقعا از زندگی اونا با خبر نبودیم. نمیدونستیم که ابوبکر صدیقیه، عمر فاروقیه، عثمان ذوالنورین کیه. با دیدن شبکه شما و کلیپ‌هایی که ساخته بودیم در واقع آخوند گزینی و دیگر آخوند که علنا قرآن کریم رو ببخشید من صدا یک ما آخوند گزینی که کلیپ‌هاشو دیدیم فهمیدیم که مثلا فقط خرافاته. ما دیدیم که روز محرم که مردم سر صورت خودش میزنن سینه میزنن، اما از نماز از این چیزا خبری نیست. کسایی که تو محرم تو صف اولتون اصلا نه روزه نه نماز اصلا خبری نیست. و ما با این نگاه کردن به اینا و نگاه کردن به شبکه شما فهمیدیم که مذهب اهل سنت مذهب واقعی، مذهب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ما باید جان و دل هر چی که میخوان از خدا، فقط از خدا مستقیم بدون واسطه. الله اکبر. هر چی که میخوان فقط از میخوان. الله اکبر. خدا که ارحم الراحمینه. خدا که ارحم الراحمینه. هر چی که بخوان به ما میده. لازم نیست که بریم پیش این شیخ اون گنبد بارگاه. از شما خیلی تشکر میکنم. تشکر از شما. تشکر از شما. الله متعال شما را حفظ کنه و در این راه ثابت قدم بداره برادر عزیز. سلامت باشید. خودم دانشجو با ترس و استراب به شما زنگ زدن که شاید فردا بیان دنبال من ببرن که چرا با شبکه زنگ زدید. الله متعال حفظتون کنه برادر عزیز و گرامی. اون اللهی که ما را آفریده حافظ و نگهدار ما هست و این یقین داشته باشید که آنچی که در تقدیر انسان هست به انسان میرسه و هیچ کس حتی حکومت ها با وجود همه قدرتی که دارن نمیتونن ضرری به انسان برسانن مگر آنچه که الله سبحانه و تعالی بخواد. خداوند رو شکر میکنیم که استادانی مثل شما رو داریم که به ما این قوت و قلب رو میدن و میدونیم که در راه خداوند هستیم. الله اکبر. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. خواهش می‌کنم شما و به شبکتون برکت بده و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من تشکر میکنم از این برادر عزیز و گرامی که با این جرأت اومدن و حقیقت این مذهب باطل رو بیان کردن و برای ایشون و برای همه کسانی که راه حق و حقیقت رو یافتن آرزو میکنیم که الله سبحانه و تعالی اونا رو در این راه ثابت قدم بداره و حفظشون بکنه ان شاء الله. شكرا يا رب دايم مدى الازمان اكرمني